سلام ارادت دوستان، من آرش شریفی هستم و 23 سالم و کارشناس علوم ورزشی ام. خیلی خوشحالم که منو دارید دنبال میکنید. دلیل اصلی که این کانال رو راه اندازی کردم این بود که با ارائه تمرینات خاص مربوط به هر ناهنجاری کمک کنم مخاطبینم خودشون بتونن آرزوهای قامتی بدنشون رو حتی تو خونه رفع کنن و دیگه نیاز به هزینه کردن نباشه و از همه مهمتر زودتر به حالت بی‌نقص بدنشون برسن و آرزوها رو برطرف کنن و سلامتشون رو به دست بیارن. در ادامه قرار تمام تمریناتی که تا این لحظه معرفی کردم رو در قالب یک ویدیو کامل و جامع براتون اجرا کنم پشت سر هم. برای اینکه بهترین نتیجه رو بگیرید حتما در حین انجام تمرینات تمرکز بالایی داشته باشین و دقت کنین که تمرینات مربوط به هر آرزه رو به ترتیب پشت سر هم قرار دادم و هر جا که متوجه نشدین یا بزنید عقب دوباره ببینین یا تو کامنت ها سوالتون رو بپرسید. خوشحال میشم جوابتون رو بدم. توی این ویدیو صرفاً یه سری تمرینات ابتدایی و اولیه رو معرفی کردم که 99% افراد توانایی انجامشون رو دارن، پس نگران نباشید. اما بعد از یه مدت که این تمرینات رو انجام بدین، عضلات هدفتون مقدار تقویت میشن و حتما برای ادامه روند درمان باید خودتون رو بسپارین به من تا تمرینات حرفه‌ای‌تر رو بهتون معرفی کنم در قالب یک برنامه کامل و جامع. خوشحال میشم تو این مسیر همراهتون باشم. خب بریم سراغ تمرینات. تمام حرکات به ترتیب و پشت سر هم براتون پخش میشه. فقط من قبلش براتون سرفصلاشو میخونم. تمرینات مربوط به قوز کمر یا کایفوز مخصوص افرادی که کارشون یه جوریه که دائم رو صندلی نشستن. تمرینات مربوط به کوتاهی عضله همسترینگ برای افرادی که وقتی خم میشن دستشون به زمین نمیرسه. تمرینات مربوط به تقویت عضلات مچ دستا برای کسایی که موقع شنا زدن یا در حین تمرین درد تو ناحیه رو احساس میکنن. تمرینات مربوط به خشکی لگن و عدم انعطاف پذیری. تمرینات مربوط به گودی کمر یا لوردوز کمری که اکثر کمردردها به خاطر این عارضه است. تمرینات مربوط به رفع درد سیاتیک که یکی از شایع‌ترین دردها بین مردمه. تمرینات مربوط به رفع عارضه افتادگی شانه برای کسایی که تو بچگی وقتی میرفتن مدرسه کوله مدرسه‌شون رو روی یک طرف شونه‌شون فقط مینداختن. تمرینات مربوط به رفع زانودرد و تقویت عضلات ساق پا مخصوص کسایی که حین تمرین زانوشون خالی میکنه و احساس ضعف میکنن. تمرینات مربوط به ناهنجاری سر به جلو کسایی که بیش از اندازه سرشون تو گوشی و تو فضای مجازی دارن میچرخن 99% به این عارضه دچار شدن. تمرینات مربوط به پلانک حرفه‌ای. یک سری افراد دیگه پلانک معمولی روشون تأثیر نداره و فشار آنچنانی رو بهشون وارد نمیکنه. با این تمرینات میتونید فشار بیشتری رو به خودتون وارد کنید. تمرینات مربوط به رفع کمردرد، تمرینات ترکیبی مربوط به رفع زانودرد و کمردرد و آخرین تمرین و از نظر من مهمترین تمرین یه حرکت ساده است که به راحتی با تقویت عضله‌ای که میگم مشکل زودانزالی رو تو آقایان برطرف میکنه، به شرط اینکه با تمرکز بالا و دقت بالا انجام بشه. حتما بعد از 6 هفته تمرین تو کامنت ها به هم اعلام کنین که نتیجهش چی بوده. اسم من آرش و تو این چنل قراره در مورد هر چیزی که فکرشو بکنید تمرین معرفی کنم. مخلص. اگر قوز میکنید از این دوتا تمرین میتونید برای رفع هر چه سریعتر این ناهنجاری استفاده کنید. برای تمرین اول آرنج‌ها و زانوهاتون رو روی زمین قرار بدید و در حالی که زانوهاتون در زاویه 90 درجه قرار گرفته کتفا رو به زمین نزدیک و چند لحظه مکث کنید. مجددا به وضعیت قبلی برگردید. تمرین دوم هم مثل تمرین قبلیه، فقط فرقش اینجاست که کف دست‌ها روی زمین قرار میگیره و وقتی پایین میرین 5 ثانیه لازمه که مکث کنید. مجددا بالا بیاین و حرکت رو دوباره تکرار کنید. هر تمرین رو 3 ست 15 تایی انجام بدید کافیه. اسم من آرش و تو پیجم برای هر موضوعی که فکرشو بکنی تمرین معرفی میکنم. منتظر یه آسیب تو زانو و لگن و کمرت باش اگه وقتی خم میشی دستت به زمین نمیرسه. اگه کوتاهی همسترینگ داری حتما این 4 تا تمرینی که قراره بگم رو انجام بده. تمرین اول این حرکت رو 3 ست 30 ثانیه‌ای برای هر دو پا انجام بده. به عنوان تمرین دوم این حرکت رو برای 3 ست 45 ثانیه‌ای انجام بده و برای تمرین سوم 3 ست 60 ثانیه‌ای این حرکت رو لازمه که انجام بدی و برای تمرین آخر 4 ست 40 ثانیه‌ای نیازی که این وضعیت رو حفظ کنی. اگه موقع تمرین یا اجرای حرکت شناسویدی مچ دستات درد میگیره حتما این تمرینات رو انجام بده. 3 ست 15 تایی این حرکت رو بزن، 3 ست 20 تایی این حرکت و به عنوان تمرین آخر 4 ست 20 تایی هم اینو بزن. اسم من آرشه و تو پیجم برای هر موضوعی که فکرشو بکنی تمرین معرفی میکنم.
اگه لگنت خشکه و باعث کمردرد و مشکلات زانو شده، فقط کافیه این 4 تا تمرینی که میگم رو مو به مو انجام بدی. این تمرینات رو 3 ست 10 تایی انجام بده و تکرار آخر هر ست رو سعی کن 10 ثانیه در حالت کشش نگه داری. اگه تو هم گودی کمر داری و نمیدونی چطوری رفعش کنی، بیا بهت یاد بدم این کارو با چند تا حرکت ساده انجام بدی. 3 ست 30 ثانیه‌ای این حرکت رو بزن. 3 ست 40 ثانیه‌ای هم این حرکت رو بزن. 3 ست 15 تایی هم این حرکت و برای حرکت آخر 3 ست 30 تایی هم اینو بزن. اگه تو هم از درد سیاتیک خسته شدی، حتما این 4 تا تمرینی که بهت میگم رو انجام بده تا دردت از بین بره. برای تمرین اول 2 ست 30 ثانیه‌ای این وضعیت رو نگه دار. برای تمرین دوم 4 ست 20 تایی این تمرین رو انجام بده. به عنوان سومین تمرین 3 ست 15 تایی اینو بزن و در آخر 2 ست 30 ثانیه‌ای هم این وضعیت رو حفظ کن. اسم من آرش و تو پیجم برای هر موضوعی که فکرشو بکنی تمرین معرفی میکنم. برو جلو آینه و به شونه‌هات یه نگاهی بنداز. اگه دیدی یکی از شونه‌هات از اون یکی دیگه پایین‌تره، قطعاً دچار عارضه افتادگی شانه هستی. پس حتما تمرینایی که بهت میگم و مو به مو انجام بده. 4 ست 20 تایی این حرکت رو بزن. 4 ست 20 تایی هم این حرکت. و برای تمرین آخر 3 ست 20 ثانیه‌ای هم این وضعیت رو نگه دار. اگر زانوهات حین تمرین درد میگیره، ممکنه علتش ضعف عضلات ساق پات باشه. پس کفشاتو در بیار و این 2 تا تمرین رو برای 3 الی 4 ست 15 تکراره انجام بده. اسم من آرش و تو پیجم بهت یاد میدم چجوری با وزن بدن خودت بتونی تمرین کنی. گوشیتو بده به رفیقت و بهش بگو عکس از این زاویه ازت بگیر. اگه متوجه شدی که سرت از بدنت جلوتره، حتما این حرکات رو بزن، چون تو دچار عارضه سر به جلو هستی. 2 ست 20 تایی اینو بزن. 3 ست 20 تایی هم اینو بزن. این تمرینات رو روزی 2 بار انجام بدی کافیه. اگه حرکت پلانک دیگه واسط راحت شده، یک لول سخت‌ترش میشه این، سخت‌ترش میشه این، بازم سخت‌تر میشه این. بیا تو پیجم بقیه پستامم ببین، حتما چند تاش به دردت میخوره. اسم من آرش و تو پیجم برای هر موضوعی که فکرشو بکنی تمرین معرفی میکنم. یه سری تمرینات برای رفع کمردرد معرفی کردم. اگه تو انجام هر کدومشون اشکال داری یا سختته، 3 تا تمرین آسان‌تر بهت معرفی میکنم. 3 ست 15 تایی اینو بزن. 3 ست 12 تایی اینو بزن. و برای حرکت آخر 3 ست 10 تایی اینو بزن. چند هفته مستمر و منظم این تمرینات رو انجام بده، کم کم متوجه میشی که کمردردت ناپدید میشه. زانو و کمرت بعد از انجام این 2 تا تمرین ازت تشکر میکنن و دیگه درد سیاتیک نداری. هر 2 تا تمرین رو طبق تصویر انجام بده و 4 ست 15 تایی برای هر پا کافیه. اسم من آرش و تو پیجم برای هر موضوعی که فکرشو بکنی تمرین معرفی میکنم. حقیقتا روم نمیشه این تمرین رو معرفی کنم، ولی اگه تو هم دچار زود انزالی هستی، این حرکت رو حتما انجام بده تا هر چه زودتر برطرف شه. این تمرین با تقویت عضله کف لگن میتونه به رفع این مشکل کمک کنه. کافیه که 4 ست 20 تکراره این حرکت رو بزنی. اسم من آرش و تو پیجم برای هر موضوعی که فکرشو بکنی تمرین معرفی میکنم.